سلام، امروز میخوایم بریم سراغ دو تا از بزرگترین و قدرتمندترین نیروهایی که دنیای مدرن ما رو شکل دادن. ثروت و جهانی سازی. قراره با هم ببینیم این دو تا مفهوم چطور به هم گره خوردن و زندگی تک تک ما رو تحت تأثیر قرار میدن. بذارید بحث رو با یه سوال شروع کنیم که مستقیما به خودتون مربوط میشه. اصلا تا حالا به این فکر کردین که وضعیت مالی شما، ارزش پسندازتون یا حتی فرصت‌های شغلی پیش روتون چقدر به اتفاقاتی بستگی داره که شاید هزاران کیلومتر اون طرفتر میفته؟ این ارتباط که شاید خیلی هم به چشم نیاد دقیقاً مرکز بحث امروز ماست. خیلی خوب. قبل از اینکه بخوایم ارتباط این دوتا رو بررسی کنیم، بیایید اولی رو تعریف کنیم. وقتی از ثروت حرف میزنیم، دقیقاً منظورمون چیه؟ ببینید، ثروت خیلی فراتر از پولی هست که توی حساب بانکی ماست. در واقع ثروت یعنی ارزش کل دارایی‌های یه نفر، یه جامعه یا حتی یه کشور. این دارایی‌ها میتونن هر چیزی باشن، از سهام و اوراق قرضه گرفته تا ملک و املاک یا حتی یه ایده نوآورانه که میتونه دنیا رو تغییر بده. اگه بخوایم ثروت رو کالبد شکافی کنیم، به 3 بخش اصلی میرسیم. اولی دارایی‌های مالیه، مثل سهام یا پولی که پسنداز کردیم. دومی دارایی‌های واقعیه، یعنی چیزای فیزیکی مثل خونه، زمین یا ماشینالات یک کارخونه. و اما میرسیم به بخش سوم که شاید از همه مهمتره ولی اغلب نادیده گرفته میشه. سرمایه انسانی، یعنی دانش، مهارت‌ها و حتی سلامتی ما. این همون موتوریه که به ما قدرت میده تا در آینده ثروت بیشتری بسازیم. خیلی خوب. حالا که یه درک مشترک از ثروت داریم، بریم سراغ قسمت دوم پازل، جهانی سازی. این کلمه رو همه ما زیاد شنیدیم، اما واقعا معنیش توی دنیای اقتصاد امروز چیه؟ اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، جهانی سازی یعنی دنیا داره روز به روز کوچیک‌تر و به هم پیوسته تر میشه، مرزهای اقتصادی و فرهنگی دارن کم رنگ‌تر میشن. مثلا به همین گوشی هوشمندی که دستتونه فکر کنید، احتمالاً توی آمریکا طراحی شده، قطعاتش توی چند کشور آسیایی ساخته شده و در نهایت در سر دنیا داره فروخته میشه. این یه مثال خیلی کوچیک و دم دستی از جهانی سازی در عمله. اینها در واقع موتورهای پرقدرت جهانی سازی هستند. یک پارچگی اقتصادی یعنی تجارت و سرمایه‌گذاری دیگه محدود به مرزها نیست. تبادل فناوری، به خصوص اینترنت، به ما این امکان رو میده که در کسری از ثانیه با اون سر دنیا ارتباط برقرار کنیم. و البته جریان‌های فرهنگی از طریق فیلم و موزیک و رسانه‌ها، ایده‌ها و سبک‌های زندگی رو در کل جهان پخش می‌کنن. خب، حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا. این دو مفهوم قدرتمند یعنی ثروت و جهانی سازی واقعاً چه رابطه‌ای با هم دارن؟ اینجا جاییه که داستان جالب میشه. این سوال اصلی این تحلیله. آیا این جهانی سازیه که باعث خلق ثروت میشه یا برعکسه؟ انباشت ثروت در یه جایی به جهانی سازی دامن میزنه و اون رو به جلو هل میده، یا نه شاید رابطهشون خیلی پیچیده‌تر و دو طرفه تر از این حرفاست. اینجا در واقع داریم دو روی سکه جهانی سازی رو میبینیم. از یه طرف خیلی‌ها معتقدن که جهانی سازی فرصت‌های کاملاً جدیدی برای رشد و ثروت آفرینی ایجاد میکنه. اما از اون طرف یه نگرانی خیلی جدی هم وجود داره، اینکه این فرایند ممکنه ثروت رو فقط در دست عده‌ای کمی متمرکز کنه و نابرابری‌های اقتصادی رو بیشتر و عمیق‌تر کنه. بیایید با یه مدل ساده ببینیم این تعامل چطور اتفاق میفته. مرحله اول، بازارهای جهانی باز میشن و موانع تجاری کم میشن. مرحله دوم، در نتیجه سرمایه و تکنولوژی خیلی راحت‌تر و آزادانه‌تر از مرزها عبور میکنن و مرحله سوم و نهایی، این جریان‌های جهانی مستقیما روی ثروت محلی ما تأثیر میذارن، از قیمت خونه‌هامون گرفته تا فرصت‌های شغلی که برامون ایجاد یا از بین میره. و اینجاست که به نکته کلیدی میرسیم. به نظر میرسه جهانی سازی خودش به تنهایی خوب یا بد نیست. بیشتر شبیه یه آمپلیفایر یا یه بلندگوی خیلی قویه. اگه یه اقتصاد از قبل سیاست‌های درستی برای رشد داشته باشه، جهانی سازی این رشد رو چند برابر میکنه. اما اگه توی اون اقتصاد نابرابری وجود داشته باشه، جهانی سازی متاسفانه میتونه همون نابرابری رو هم تقویت کنه و شکاف‌ها رو عمیق‌تر کنه. بسیار خوب، با تمام این تفاسیر آخرش چی؟ چه نتیجه‌ای باید از این رابطه پیچیده بگیریم؟ این جمله به نظرم بهترین خلاصه برای کل بحث امروزمونه. رابطه ثروت و جهانی سازی یه خیابون یه طرفه و ساده نیست که بگیم این باعث اون میشه. نه، بیشتر شبیه یه تقاطع خیلی شلوغ و پیچیده است. تقاطعی که از یه طرف پر از فرصت‌های بی‌نظیره و از طرف دیگه پر از ریسک‌های جدیه.
و در آخر این ما رو با یه سوال خیلی اساسی تنها میذاره. توی دنیایی که اقتصادهاش اینطور در هم تنیده شدن، مسئولیت این که مطمئن بشیم ثروت به شکل عادلانه‌ای توزیع میشه با کیه؟ آیا این وظیفه دولت هاست، شرکت های بزرگ چند ملیتی یا تک تک ما به عنوان شهروندان این دهکده جهانی؟ جوابی که ما به این سوال میدیم آینده اقتصاد جهانی رو برای همه ما رقم خواهد زد.